سلام. سلام. من با شما قرار داشتم؟ آره. خوب هستین؟ بفرمایید. من در خدمت. بفرمایید. امرتون. امرتون. تو خواستی منو ببینی؟ من؟ آره جنابانی. ببخشید من با شما همین الان تلفنی صحبت نکردم؟ نه خیر. خب پس فکر میکنم اشتباه گرفت. نه خیر اشتباه نگرفتم. تو خودتی. احمد رضا. ما یه ماه داریم با هم دیگه چت میکنیم. دیشبم کلی التماس کردی که اینجا منو ببینی. خب منم اومدم. خودت با هم قرار گذاشتی. حتی بهم گفتی که این دسته گلم دستته. حالا اگر نمیخوای اوکی من میرم. شما خانم نیلوفر مظفری که نیستین؟ نه خیر بس کن دیگه. من نرگسم. نرگس. بله. من فکر میکنم شما با اون آقا کار داشته باشین گلم دستشونه. ای وای نه. چرا فکر کنم شما چیزی نگید. جانم. سلام. سلام. ببخشید شما یه خانم جوان که شال آجری سرش باشه اینجاها ندیدین؟ نه خیر ما همچین کسی رو اینجا ندیدیم. ای بابا. بیچاره. خب شما قبل از اینکه قرار مدار بذارین چرا عکساتون رو برای هم ایمیل نکردین یا مثلا با وبکم؟ آدم هرچی مبهمتر جذابتر. تو دوستی های اینترنتی میشه کلی خالی بس. مثلا همین آقا رو دیدید؟ این به من گفته بود که 33 سالشه در صورتی که دیدید که جای بابای من بود. چه صافت. حالا کی شما رو اینجا سر کار گذاشته ها؟ احسان شهرزادی شما هستی؟